او 2 در درجه 1 تقسیم 2 در درجه 1. هنگامی تقسیم درجه را چیکار میکنیم؟ تر میکنیم که برای چی دست چپ دست راست برابر هم؟ برای که 1 تر 1 چی میتیه؟ 0 میتیه. برای که این برابر است به این. اگر هر دی برابر باشن سوال او 2 تقسیم 2 چی میتیه؟ 2 تقسیم 1 میتیه. فهمو؟ 2 تقسیم 2 1. اگر فهمو باشه معناش 2 در درجه 0 چی بوده است؟ 1 برای چی؟ برای اینکه درجه 0 معنی او را داره که عدد میگیری به خودش تقسیم میکنی. در گرفتیم به خودش تقسیم کردیم شده 1. 3 در درجه 0 چی میتیه؟ امیدوارم که تو پیش من جواب گفتی. نگاه که 3 در درجه 1 تقسیم 3 در درجه 1. برای چی ای برابر به ای؟ برای آن که هنگام تقسیم درجه هر میشوند. 1 تر 1 چی میتیه؟ 0 میتیه. و سوال تو ده 3 تقسیم 3 چی میتیه؟ 1. و 2 در درجه